بله خانم جان اشتنی مونده نبشه میفهمم زحمت زیاد میکشی. این نونه که تو پخته میکنی چی کیفی داره خیر بینی. خوبه چشم باشه دیگه گفتم. باشه اینی حال سایل ریم. خدا حافظ. سایل بیا بابا. بابا جان بله برو نونار که مادر تو پخته کرده از سرا کاکا خونه رو بردار بیار. خب تن بیار. خود چشم. بشکگک دوغی هم از زن کاکا خوبست و بیار. خود دگ اینا رو بردار ببر به سر زمین. بیچاره از صبح دروگیری میکنم خسته و مونده ام. خب دست میگیر. بله زودترک برو نونه بیار که خود دگ ببری. با دیگو باشه بالا پیکنیکه. باشه برو بابا برو. آخه بابا جان بابا جان منو چیه بابا؟ من از تو دیگه برم سر زمین عوض شما بردن دیگه. کدو دیگه؟ به سر پیکنیک کی بودن؟ من که خوام من کی گفتم بابا من به تو گفتم بابا را سر زمین خود نونا و بشک دوغی کی من گفتم؟ دیگه نبودی شما؟ نه بیا دیگ میه به سر پیکنیک بابا. دیگ میه؟ نه بابا پیکنیک خیلی خاموش شده دیگ هم نیه. یعنی چی؟ تو میشه شما برده باشین. نه بابا من اصلا دست نزدم که تو بریم یک نگاهی بکنیم چه بریم. یعنی چی؟ چه کار شو؟ تو بخی بریم